چه خوشگل گفته. من رقابت نمی کنم با کسی که من اینجوری میفهمم دیگه، من فهم خودم و حرفاتون میگم. کسی بیاد کنارم بخوام من رقابت کنم بگم بیشتر من میفهمم بیشتر، نه من باش میسازم. حالا هر زاویه که بتونم بهش نزدیک میشم، یه جایی هم نمیتونم نزدیک شم سکوت میکنم. تو رقابت با هیچ کی نمیریم، خیلی بزرگه، خیلی بالاستیم، ولی مردا عمدتاً در رقابت. من یک چیزی رو دوست ندارم، این که الان مثلا هی مردا در مورد زنا میگن، زنا در مورد مردا میگن، میدونین؟ الان هی انگار تمام مدت ما مجرمیم و داریم هی دفاع میکنیم از خودمون، چیزایی که البته ایجاد